سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بریم که با هم یه مدار ساده و کاربردی درست کنیم و تحلیلش هم خدمتتون عرض کنم. خب اینجا که میبینید یه فن 12 ولت هستش، اینجا روی خود فن هم نوشته و اینجا یه دونه ماسفت احتیاج داریم که این نوع ماسفت IRF Z44 هستش، IRF 3205 هم هستش. حالا شما میتونید از هر ماسفتی استفاده کنید و این هم که مثبت منفی خود فن هستش. خب احتیاج به 2 تا دیود هم داریم که مهم نیست از چه پارت نامبری استفاده کنید و من این نوع دیود رو داشتم و از اینا دارم استفاده میکنم. خب بریم که با هم بسازیمش و تحلیلش هم خدمتتون عرض کنم. همینطور که میبینید این طرف کاتوده و پایین هم آنود هستش که وصله به گیت ماسفت ما. خب حالا چیکار میکنیم؟ منفی فنمون هم وصل میکنیم به درین ماسفتمون. و حالا من به تغذیه خودمون رو روشن میکنیم، میذاریم روی 12 ولت. مثبت 12 ولت رو وصل میکنیم به مثبت فنمون و منفی منبع تغذیه‌مون رو وصل میکنیم به سورس ماسفتمون. نگاه کنید. خب حالا منبع تغذیه رو روشن میکنم. دوستان دقت کنید، الان من کاتود بالایی رو میگیرم، فن روشن میشه و آنود پایینی رو که لمس کنم فن متوقف میشه. دلیلش اینه که گیت ها بسیار حساسن و امپندانس بروزیشون بسیار بالاست. یعنی گیت حتی با چند میکرو آمپر جریان یا چند 10 میلی ولت ولتاژ هم شارژ میشه و میتونه ترانزیستور رو روشن یا خاموش کنه. وقتی به دیودا دست میزنید در واقع این اتفاق میفته که بدن انسان مانند یک آنتن عمل میکنه. بدن شما دارای ظرفیت خازنی نسبت به زمین حدود 100 تا 300 پیکوفاراد هستش. وقتی دست میزنید یک ولتاژ AC ضعیف ناشی از نویز برق شرق و محیط از طریق بدن شما به گیت ماسفت منتقل میشه. این ولتاژ حتی اگر چند 10 میلی ولت باشه برای تحریک گیت کافی است. اگر به اینجور ویدیوها علاقه‌مندید با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.